خدای چطوری هیچکس تا الان راجع به این فیلم هیچ حرفی نزده؟ یه اثر علمی تخیلی آخرالزمانی اکشن. آخر قرن 21 به خاطر جمعیت زیاد زمین آلوده و قحطی زده است. به خاطر همینم اون شهروندایی که ثروتمندن زمین رو ترک کردن و رفتن به یک ایستگاه فضایی لاکچری به اسم الیزیوم یا بهشت. اونجا نه پیر میشن نه میمیرن. 24 ساعت هم همین ربات‌ها بهشون خدمت میکنن. داستان راجع به یه پسریه به اسم مکس با بازی مت دیمون که این از بچگی رویای رفتن به الیزیوم داشته. یه روز توی محل کارش در معرض یه عالمه تشعشع مرگبار قرار میگیره و بهش میگن تو 5 روز دیگه میمیری. تنها راه نجاتش اینه که هر طوری شده یه بلیط به مقصد بهشت بگیره و بره تا زندگیشو نجات بده. من به امتیاز IMDbش واقعا کاری ندارم. امتیاز میس مووی به این فیلم 7.5. تو هم برو ببین، بهت قول میدم خوشت میاد. برای دیدن فیلمای بیشترم نرو.